رمضان فقط یک ماه نیست، یک فرصت است برای برگشتن به خود، برای نزدیکتر شدن به الله و برای ساختن بهترین نسخه از خودمان. ما برای همین پلنر رمضان را ساختیم. پلنری که هم دیجیتالی است و هم قابل چاپ تا هر کسی بتواند به شکلی که برایش راحت تر است از آن استفاده کند. نسخه دیجیتالی دارای لینک های فعال است. با یک لمس زودتر به هر بخشی که می‌خواهید می‌رسید. و اگر دوست دارید با قلم و کاغذ بنویسید، به راحتی می‌توانید آن را چاپ کرده و همراه خود داشته باشید. این پلنر با یک فهرست کامل شروع می‌شود تا دقیق بدانید هر موضوع در کدام بخش و کدام صفحه قرار دارد. در ادامه یک چکلیست قبل از رمضان داریم. کارهایی که بهتر است پیش از آمدن این ماه مبارک انجام بدهیم. بعد از آن صفحه‌ای برای نیت، جایی برای ایستادن، فکر کردن و خالص کردن نیت‌ها پیش از شروع رمضان. یکی از بخش‌های ویژه این پلنر چالش 30 روزه ماه مبارک رمضان است. هر روز یک چالش کوچک اما اثرگذار برای بهتر زندگی کردن در رمضان. بعد از آن جدول ماهانه شروع می‌شود تا روزهای رمضان را آگاهانه، منظم و با آرامش بیشتری سپری کنید. در جدول ماهانه بخش ویژه‌ای برای اهداف من در رمضان در نظر گرفته ایم. اهدافی که به 3 بخش تقسیم شدند: اهداف عبادی، اهداف اخلاقی و اهداف شخصی. ما برای هر کدام از این بخش‌ها یک چکلیست انعطاف پذیر ساختیم. یعنی لازم نیست همه هدف‌ها را انجام بدهید. شما خودتان انتخاب می کنید که روی کدام هدف یا هدفها در این رمضان تمرکز کنید. در این پلنر شما مجبور به کامل بودن نیستید. فقط دعوت شده اید که آگاهانه انتخاب کنید و در این ماه مبارک قدم به قدم بهتر شوید. در بخش روزمره پلنر رمضان هر روز با نظم و آگاهی پیش می روید. اول مشخص می کنید که آیا امروز روزه گرفته اید یا نه. بعد یک آیه قرآن برای خواندن و تفکر، یک حدیث برای تأمل و یک دعای قرآنی برای خواندن و حفظ کردن. بخش پیگیری قرآن کمک می کند میزان تلاوت روزانه تان را ثبت کنید و همچنان بخش زمانبندی روزانه وجود دارد تا بنویسید در کدام ساعت کدام کار را انجام می دهید. قسمت ویژه‌ای برای نماز و اذکار هم داریم. از نمازهای 5 گانه تا تهجد، تراویح، دعا و اذکار قبل از خواب و تلاوت سوره ملک همه به شکل منظم آمده تا هر روز بتوانید آنها را پیگیری کنید. این بخش کمک می کند هیچ کدام از نمازها و اذکار روزانه از قلم نیفتد. بخش اهداف امروز من، جایی که عمدن خالی گذاشته شده تا خودتان هدفهای شخصی همان روز را بنویسید و برای عملی کردنشان قدم بردارید. یکی از بخش‌های خیلی مهم و ویژه پلنر رمضان بخش برنامه‌های روزمره است. ما یک سلسله برنامه‌های اسلامی، دینی و اخلاقی آماده کرده ایم که به صورت روزانه استفاده می‌شود. این برنامه‌ها در 3 بخش آمدند: ملاقات با پیامبر صلی الله علیه و آله، سفر به آخرت و داستان‌های پیامبران. اگر پلنر را دیجیتالی استفاده می‌کنید، فقط با یک کلیک روی QR کد مستقیما وارد برنامه می‌شوید. اگر شما برای نخستین بار رسول الله صلی الله علیه و سلم و اگر پلنر را چاپ کرده اید، کافی است با موبایلتان QR کد را اسکن کنید تا مستقیم به همان برنامه هدایت شوید. ساده، سریع و الهام بخش برای یادگیری و تأمل در هر روز رمضان. و در آخر صفحه روزمره یک بخش کاملا شخصی داریم. یک دعا برای خودم، جایی که دعای دلتان را با زبان خودتان می نویسید. و در پایان بخش رضایت از امروز، جایی که به روزتان نمره می دهید و با خودتان صادقانه حساب می کنید. چند لحظه مکث، تفکر و جمع‌بندی یک روز از رمضان. و یک بخش ویژه دیگر پلنر رمضان مخصوص شب‌های لیلة القدر است. ما دعاها و اذکار مخصوص این شب‌ها را آماده کرده ایم تا در 10 روز آخر رمضان هر روز و به ویژه در شب‌ها کوشش کنید آنها را انجام بدهید.
اعمالی ساده اما پرثواب برای بهره بردن بیشتر از این شب‌های با عظمت. قسمی که گفتیم پلنر رمضان دیجیتالی است و یک ویژگی خیلی کاربردی دارد. در کنار صفحه یک ستون قرار دارد. روزها از روز اول تا روز 30 و بخش‌هایی مثل فهرست، جدول ماهانه، چالش 30 روزه و دعاها و اذکار لیلة القدر. فقط با یک کلیک مستقیم به همان صفحه می روید بدون جستجو و بدون وقت ضایع کردن. سریع، ساده و هوشمند. برای دریافت پلنر: 1. کلیپ را استوری کنید. 2. پیج ما را تگ کنید. 3. نام صفحه را منشن کنید. پلنر رمضان، همراه شما برای رمضانی آگاهانه و پربرکت.